مرحبا، سلام علیکم. Ciao, hello, how are you? What you doing? بعد از 1560 سال شریطان بازگشت. بعد از این همه وقت که برگشتم صداها رو شنیدی که آقا ما 2 سال اینجاییم، یعنی سال سومه دیگه. در 2 واحدیم توی طبقه، بعد درات به قول شیرازی ها تکی همه، یعنی چسبیده به هم قشنگ در خونه ها. بعد تو خونه ما واقعا من نمیدونم تو اون واحدم اینجوریه یا نه، در رو که میخوان قفل کنن انگار میخوام بیان تو خونه شما. خیلی اوضاع خیته. یعنی روز اول که من اومده بودم تو این خونه یه سری خواب بودن، چون اتاقم دقیقاً جلو در خونه است. فکر کنم یکی داره میاد تو خونه ما و من چالش دارم، وسواس دارن ایشون، در رو قفل میکنن وقتی خودشون تو هم کلا در حال قفل کردن. بعد مثلا میشه روزی مثلا 30 بار 40 بار اغراق نمیکنم و 30 بار 40 بار میان و میرن، این در هی قفل میشه، هی حصاره کشیده میشه، صدای قفل. بعد روزایی هم که حالش خوب نیست و اینو میکوبه ها. ای خدا ای خدا دارم دیوونه میشم خدا. حالا ولش کن این حرفا رو. اومدم یه تصمیم گرفتم بعد از کلی وقت و یکم در واقع موتیویت شدم انگیزه پیدا کردم یه ولاگ بگیرم. امروز این کتاب رو برات آوردم، کتاب از این ولایت. خودم دارم برعکس میبینمش، نمیدونم بعدا شما هم قراره برعکس ببینینش یا نه. توی این ویدیو قراره که تیکه‌ای از این خونده بشه براتون. قسمت اولش این کتاب اول این که مجموعه داستان هستش و خیلی قصه‌های جذابی داره. کتاب خیلی قدیمیه، من خیلی اتفاقی این کتابو توی پاساژ صفوی تهران پیداش کردم. بریم بخونیم ببینیم چیه تو این که انقدر من جذاب هر سری هی برمیگردم. 100 بار خوندمش. برو بریم. اسم این قصه‌مون ندارد، نیازلی ندارد. حاضر. اول بار که دیدمش کنار ناودان مدرسه نشسته بود. سرفه‌اش گرفت. تک سرفه ها به سختی تکانش میداد. خون کمی رنگی بالا آورد. دهان را با آستین کت نخنمایش پاک کرد. شتابان به کلاس رفت و روی نیمکت اول نشست. کلاس دوم بود. کوچک بود و ریزه با رنگ مهتابی. رگ گردنش از زیر پوست پیدا بود و تک تک مثل آدم تبدار میزد. مدادش را با نخ به سوراخ دکمه کتش بسته بود. وقتی که چیز می نوشت چون نخ کوتاه بود شکمش را جلو می آورد، مثل این که به جای مداد تن خودش را روی کاغذ می کشید. وقتی که مشقش را می گرفتم دستهایش می لرزید. کاغذهای مشقش را از میان زباله‌دان مدرسه پیدا می کرد. مشقش را که خط می زدم احساس می کردم که روی زندگیش خط می کشم. ظهرها به خانه نمی رفت. اصلاً بیشتر بچه ها به خانه نمی رفتن. نان شب ماندهشان را همانجا کنار دیوار کاهگلی مدرسه می خوردند. او هم نان ظهرش را در جیب داشت. کفش لاستیکی روی مچ پایش خط قرمز بدرنگی کشیده بود و اثر زخمی به جا گذاشته بود. دردهایش را خوب می‌خواند. زودتر از دیگران رو به راه شده بود. می‌توانست خطهای درشت روزنامه ها را خوب بخواند. یک روز در حالی که همه ساکت بودیم خشخش روزنامه‌ای که به جای شیشه روی پنجره زده بودیم توجه بچه ها را جلب کرد. به نیازعلی گفتم نیازعلی میتوانی روزنامه را بخوانی؟ اگه گفتی چی نوشته؟ پس از کمی سرخ شدن و منمن کردن شروع کرد به خواندن. آقا نوشته کت. آفرین درسته بخوان. خب آقا 250,000 تومانی. آفرین خیلی خوبه.
ادامه بده. آقا در تهران حراج شد. نفسی تازه کرد، رو کرد به من و گفت آقا چه درشت و خوب نوشته. گفتم آری نیازعلی، توی روزنامه ها این روزها چیزهای درشت و خوب می نویسند. بریم سراغ کارای امروزمون. تموم شد. پیلاتس امروز با چوب بود. بریم لباس عوض کنیم، اینستاگرام بگیرم. برو بریم. ادامه داستان نیازعلی رو براتون بخونم. نیازعلی ندارد، حاضر. شناسنامه‌اش ندارد بود. در کلاس من خیلی از بچه‌ها شناسنامه‌هایشان ندارد بود. وقتی که اسمش رو می‌خواندم تکان سختی می‌خورد. با خجالت در حالی که مداد و نخ را پنهان می‌کرد تا آن را نبینم، با جیغ کوتاهی می‌گفت حاضر. جیغ کوتاه. حاضر. و در این حال صدایش شبیه جوجه کلاغی بود که در مشت فشارش بدهی. تنها وسیله بازی او توپی بود که با کاغذ سیاه‌های مچاله درست کرده بود و مقداری نخ دورش پیچیده بود. وقتی که بچه‌ها بازی می‌کردند، او کنار دیوار می‌نشست و توپش را در دست می‌فشرد. آسمان را تماشا می‌کرد و با حسرت به بازی بچه‌ها خیره می‌شد. هر وقت بازی می‌کرد سرفه‌اش می‌گرفت و خون بالا می‌آورد. دلم می‌خواست بیشتر با او حرف بزنم. یک روز که روی پله‌های مدرسه نشسته بودم، آهسته آمد و کنار پله‌ها نشست. توپ کاغذی در دستش بود. زانوهای چرکش از میان پارگی شلوار پیدا بود. پرسیدم نیازعلی خانه‌تان کجاست؟ پشت قلعه آقا. اسم پدرت چیه؟ ریش چرمی آقا. چه کار است؟ هیچی آقا، خیلی پیره. نشسته توی خانه و کتاب دعا میخونه آقا. مادرت چه میکنه؟ بیکار شد آقا. دیروز دندانهای جلوش افتاد و بیکار شد. خوب که جویا شدم معلوم شد که مادرش برای مشباغر تاجر خشکبار ده کار میکرده. کارش خندان کردن پسته بوده. پسته هایی را که دهانشان بسته بوده با دندان باز میکرده و روزی 25 ریال میگرفته. پس از سالها کار دندانهایش ریخته و بیکار شده. برادر بزرگش که خاک بردار بوده 2 سال پیش پس از برگشتن از سربازی موقع کار زیر آوار مانده و آنها را تنها گذاشته. یعنی میزان لباس کثیف کردن من انقدر زیاده تقریبا، چون هر روز دارم میرم همون 3 الی 4 دست لباس، حالا چه بیرون چه داخل تو خونه چیز میشه، کثیف میشه. بریم لباسمون رو بشوریم. بریم ادامه نیازعلی. زمستان آمد. بچه‌ها از دهات دور می آمدند. وقتی که می رسیدند با آدم‌های یخی شباهت داشتند. دور مژه‌ها و ابروها سوراخ بینیشان یخ زده بود. مژه‌هایشان را که به هم می زدند چک چک صدا می کرد. مثل اینکه 2 تکه شیشه را به هم بزنیم. می نشستند کنار بخاری هیزومی و از بینیشان تکه های یخ را می کندند. آنها که پشت لبشان سبز شده بود و کلاس های بالاتر بودند، سیبیل های یخی بزرگی پشت لبشان درست می شد. گیوه ها را به بخاری می چسباندند، بوی لاستیک سوخته و بوی تند عرق پا در هوا پخش می شد. از دور گیوه ها و کفش های لاستیکی آب می چکید و اطراف بخاری را تر می کرد. اتاقم کنار کلاس درس بود. هر روز صبح از میان پنجره بچه ها را می دیدم که به مدرسه می آیند. نیازعلی مثل پرنده‌ای که نخی به پایش بسته باشند خودش را به سوی مدرسه می کشید. درس‌هایمان را که تمام می شد از بچه ها می خواستم بیایند جلوی کلاس و قصه بگویند. بعضی وقتها هم میگفتم که هر کس خواب جالبی دیده تعریف کند. یک روز نوبت به نیازعلی رسید. ابتدا خودداری کرد ولی بعد آمد.
در حالی که سرخی بیمارگونه‌ای به صورتش دویده بود و صدایش میلرزید تعریف کرد: خواب دیدم شدم ملوچ، یعنی گنجشک. هی پریدم از پشت بام توی حیاط پریدم، از حیاط روی تاقچه پریدم. بابا گفت ای داد بیداد، بچه من شده ملوچ. من دیدم که بابام هم خودش شد ملوچ و رفت نشست روی کتاب دعایش. مادرم اول خندید، بعد گریه کرد. یک مرتبه اژدهای بزرگی آمد توی خانه. مادرم تا اژدها را دید گفت وای خدایا مشباغر اومد. زود از میان دامانش پسته در آورد و خندان کرد. دیدم که مادرم دندان ندارد و خون از دهانش می آید. خواستم بروم و چشم اژدها را درآورم. یکی از پسته ها خندید و گفت درآوردن چشم اژدها فایده ای نداره. ما الان کاری میکنیم که از غصه بترکه. همه پسته ها خندیدند و بعد با هم دهانشان را بستند. اژدها رفت توی انبار پسته و دید که همه پسته ها دهانشان بسته شده. اژدها با خشم گفت ای پسته ها، الان پدرتان را در می آورم. رفت و یک چماق بزرگ برداشت تا به سر پسته ها بکوبد. زیر پایش پر از دندان بود. پایش از روی دندان ها سرید و با سر به زمین خورد. از این کار اژدها همه پسته ها خندیدند و دهانشان باز شد. مشباغر خوشحال شد، ولی پسته ها به هم گفتند بچه ها بیایید دیگه نخندید. اژدها برای خنداندن آنها کارهای خنده‌دار میکرد. پشتک میزد، چشمایش را قیچ میکرد و ستاره ها را از گوشش در میآورد. من خنده‌ام گرفت. به صدای خنده من اژدها برگشت. من را دید و گفت پس همه این کارها زیر سر توست. یک مرتبه به من حمله کرد. خواستم از پنجره فرار کنم. پنجره تونک شد. یکی از پسته ها که آنجا نزدیک من بود گفت بیا بنشین روی من تا فرار کنی. پسته شد مثل یک بالون. من هم رویش نشستم. بالون مرا از سوراخ بخاری برد تا رسیدیم به آسمون. دلم میخواست من هم یک ستاره قشنگ برای مادرم بردارم تا به گردنش بیاندازد. ولی یک دفعه پایم سرید و با سر اومدم پایین. آمدم از دور دیدم که بابام داره کاهگل برای پشت بام درست میکنه. با سر افتادم میان کاهگل و یهو از جا پریدم. دیدم که سقف اتاق روی سرم چکه میریزد. همه بچه ها خندیدند و برایش کف زدند. وقتی که رفت بنشیند مثل جوجه اردکی بود که به طرف لانه اش بدود. ادیت برای استوری امروز تموم شد و باید دیگه بذارمش. زمستان آن سال از سالهای پیش سردتر شده بود. پنجره ها را با روزنامه و مقوا خوب پوشانده بودیم. یه روز صبح حاضر غایب می کردم. نیازلی ندارد. چند نفر از بچه ها آهسته گفتند غایب. تکان خوردم. جایش خالی بود. غم ناآشنایی در صورت بچه ها دیده می شد. همه سرشان را زیر انداخته بودند. از اکبر مبصر کلاس علت را پرسیدم. گفت آقا دیروز غروب مرد از سرما آقا. خون از گلوش اومد و مرد. هی میگفت ستاره میخوام. یه ستاره قشنگ برای ننم. بچه ها ساکت بودند. باد روزنامه روی پنجره کلاس را تکان میداد و زمزمه ای از آن به گوش می رسید. مثل اینکه نیازعلی از راه دور قصه می گفت یا خوابهایش را تعریف می کرد. صدایش وقتی که روزنامه را می خواند در گوشم بود. لکه ابر سیاهی روی دل آسمان نشسته بود. همه ساکت بودیم. چشمم افتاد به روزنامه تازه روی پنجره. با خط درشت نوشته شده بود بهداشت برای همه. دی ماه 1343.
دستم سوراخ شد. دیشب داشتم جاتون خالی کتلت درست میکردم، داشتم پیاز و سیر رنده میکردم، اینجا قلوه کن شد. تا فکر کنم نیم ساعت 40 دقیقه داشت نان استاپ خون میومد. اصلا خبر داشتین که 2-3 ماه من چنل بایوسکوپو جدا کردم؟ دقیقا اسمشم بایوسکوپه. اگه خبر نداشتی الان خبردار شدی دیگه. لینکشم توی دیسکریپشن میذارم و برو ساب کن اگه جزو اون آدینس هایی بودی که آدینس بگو مخاطب میمیری. چورسی کلمه زبان یاد گرفته، میخواد همه رو انتقال بده، بگه منم رفتم کلاس زبان. حالا میرم سر کار. جدی میفرمایی؟ من از سر کار برگشتم. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایبم یادت نره. بگو کجای ویدیو رو دوست داشتی، کجای ویدیو رو دوست نداشتی. و تا ولاگ بعدی خدافظ.